إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شاید که اکثر ما شما بدونید که یکی از صحابه هایی که اون صحابه نابینا بودن و اون صحابه که مثلا که معظم بودن ابن مکتومش میگن. همین صحابه کرام وقتی که در حق بگیم اینها آیت نازل شده بوده و در دیگر حادثه که حضرت سلمه میگد که بدون میگه نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم و میمونه اونی که ام المؤمنین بودن. سلمه قطعی میمونه در نزد نبی صلی الله علیه و سلم بودن. فاقبل ابن مکتوم، پس ابن مکتوم مثلا که خانه نبی صلی الله علیه و سلم اومدن، یعنی که داخل شدن خواستن. حتی دخل علیه، حتی که در اومدن. همین کار، همین بگیم حادثه بعد اینکه آیت حجاب امر شدگی بود که حجاب کنن زنها. پس گفت رسول خدا صلی الله علیه و سلم برای سلمه و حضرت میمونه امهات المؤمنین گفتند که احتجب منه، خودتون رو حجاب کنید، یک طرفه کنید، بپوشونید از نزدی حضرت عبدالله مکتوم یک طرفه شد، یعنی که پس پرده روید. فقلنا یا رسول الله، گفتیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم الیس اعما لا یبصرنا ولا یعرفنا، بعضی روایات اومده است که ولا یعرفنا اومدگی است، لا یبصرنا یکی چی است در بسیار گفتن که رسول خدا صلی الله علیه و سلم آیا نیست است که حضرت عبدالله مکتوم، حضرت عبدالله ابن مکتوم کور است، نمیبیند ما رو و بعضی روایات که ما رو نمیفهمد داخل کی هستیم چی هستیم. نبی صلی الله علیه و سلم فرمودند که افعمیوان انتما، آیا شما هم کور هستید؟ الستم تبصرانه، چخیلی که آیا شما نمیبینید او را؟ یعنی که این روایت امام احمد حنبل و ابو داوود و ترمذی این حدیثی حسن صحیح گفتگی است. مرادش این است که اگر که اون شما را نبیند، اگر شما اونو میبینید، از اینجا فهمیده میشود که مرد بیگانه را هم دیدن درست نیست تا جایی که ضرورت نباشد و تا جایی که بگیم که یکم حاجت نباشد درست نیست است دیدن اون. و امروز مثلا چه خیلی میبینیم که در راه ها میشینند زنها گپ کردن، مرد بیگانه میگذرد، زنی بیگانه میگذرد، مردها میشینند همچنین. این درست نیست است. و اگر که کور هم باشه، تصور کنید حضرت ابن مکتوم کور بودن، حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و همسرشون گفتن که چی ختونه حجاب کنید، یک طرف کنید، یک طرف بگریزید، اگر که شما را نبینید شما اون نمیبینید. اگه فهمیده میشد خواهرها، زنهای خود، مادرهای خودمان رو یک مثلا که فاسق ها و فاجرایی که مثلا ارتیست هایی که میمونیم یا که دیگر که باشد، اگر که مولاهایی که المعروف هم میکنن صورت های اونها رو موندن درست نیست از در نزدی زن و خواهر و دخترهای خودمون، چون که هست اونا میبینن و دیدن مردم که باشد با موافق حدیث درست نیست است، فتنه هست و این یک مشکل زیاد میشود که حتی بعضی ها شکایت میکنن که از دیدن همون صورت، از دیدن بگیم همون ویدیوها، حتی با بعضی اکتورها محبت میکنن و حتی بگیم که بسیار گمانهای بیزیب میکنن مثلا. و همون خاطر این همش یک بدی هست که ما نسبت خواهر و اپامون بپروا هستیم و از جمله در خانه همون میاریم مثلا که کینه های بگیم اکتورهای فاسق و فاجر رو بگیم که اونها اصلا از الله و رسول بیخبر هستن، اصلا اونها که وقتی که اکتور کشید همین خیلی میشه و دیم که هست میاریم در نزد زن شوهر، در نزد زن خواهر خودمون، دختر خودمون میمون به دست خودمون که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرماید که شما میبینید اگر که اونها شما رو نبیند این چی است درست نیست است، میگه این ممنوع هست. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.